توضیح بدن. شما اول خود برادر معرفی کنین. اسم که است محمد خالد است. تخلصم روشان است. وظیفه ما که است حکیمی است. خود ما که هستیم به حساب طبابت. مثلا کسی که مراجعینه که میان حساب طبابت ما دارو دوا مثلا او را میتم. لگه حساب تاویز یکم کسایی که مثلا سر درد باشه، مثال نیمسری داشته باشه، به این حسابا در غیر از او از حساب پدری یعنی که به ما اجازه شد. در غیر از او دیگه ما دیگه تعویض به کسی نمیتیم به حساب محبت باشه یا به حساب دیگه چیزایی. همین که شما گفتین از پدری براتون اجازه هست. پدر شما از جمله سادات هستین چطور؟ ما صاحبزاده هستیم. بله صاحبزاده، یعنی صاحبزاده. صاحبزاده ها کدام مردم می باشند؟ یعنی از نظر شجره اولادی کی هستند؟ اولادی ابوبکر صدیق هست یا آمدگی سن از عرب آمده. 4 برادر آمدین تیچ شدین دیگه. هر کدامش هرمی چیره انتخاب کرده. کسی خوجه کسی میری کسی به نیست. خودت جناب درس علوم دینی چقدر خواندی؟ ما علوم دینی ما ولی دیگه مکتب خواندیم تا صنف در. در تو شرایط خوب خواندیم که مثلا شرایط صحیح نبود، تامین نبود. نه خیر نیم. تعلیمات دینی تان چقدر است؟ تعلیمات دینی که هست دیگه ما دیگه یعنی قرآن شریف خواندیم. آیا شما قرآن شریف را وقت آیاتش نوشته میکنین برای تعویض تومارتان معنایش میفهمین چی است؟ معنای زیر خب نوشته که میکنه میفهمه. اینا لطوره است که یعنی گناه داره است 100%. کتاب رو که استفاده میکنین همی است، درست است؟ دوستان عزیز شما ببینین این کتاب کلیات مجمع الدعوات کبیر نام داره. در این کتاب مثلا این چیزا نوشته است. ببینین جناب این چی است؟ اینالی که است فهمید دایره است. دایره است. این نوشته چی است؟ این نوشته که است که سمای یا آیله 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 سمای یا آیله. یعنی چی؟ یعنی این خواهد ترست که ما دیگه تا این عدد دیگه نرسیدیم. حالا چی معنی مثال به تو ایره دروغ شد مثلا. این یک سوال دیگه جناب از شما بکنیم. این که شناخت شما از خداوند در کدام حد است؟ به نظر شما توحید یعنی چی؟ توحید تو رسه که کلمه توحید درست که کلمه است که مثلا ما شما به عنوان که هستیم مسلمان هستیم. توحید کلمه را میگویند. خود درست کلمه ما کلمه توحید است. خود توحید یعنی چی؟ توحیدی است که مثلا بعضی کسا میگه که توحید نکو فلانی را. توحید یعنی دشنام. خب